أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فإني أشهد الله وملائكته إنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، وإن لقيت النبي لأشكونكما إليه. تاریخ دست شیعیان نبوده، تاریخ دست اهل سنت بوده. لذا هر جور خودشون خواستن تاریخ رو نوشتن، ولی بعضی قضایا اونقدر معروف بوده، اونقدر مشهور بوده، اونقدر متواتر نقل شده که نتونستن منکر بشن. بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتند، اینا تو سقیفه جمع شدند که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو از خلافت خلع کنند. بینشون اختلاف افتاد، انصار، مهاجرین، خلیفه اول، دوم، بینشون اختلاف افتاد. خلیفه دوم با زیرکی میخواست دستش رو دراز کنه، بیعت رو همونجا از خلیفه اول بگیره، موفق نشدند. از همدیگه دلگیر شدند در اون مجلس و مجلس به هم ریخت. دومی گفت نمیشه، بیا کار اساسی بکنیم، بیا از مردم شروع کنیم، اینایی که به ما نیاز دارن، اینا رو ما اگر بیعتشون رو بگیریم بقیه راحت میشه. گفت اول نگاه کنید به این تجاری که وارد مدینه میشن، تجارت میکنن، برید بهشون بگید از امروز هر کس میخواد تجارت کنه باید با ابوبکر بیعت کنه، باید دست بیعت بده، والله حق تجارت در مدینه منوره ندارید. اینا مجبور شدن دیگه، بیعت کردن. بهشون گفتن نه اینکه بیعت کنید، مردم رو هم وادار کنید. بعد رفتن در خونه پولدارا، اینا که دارای فرزند بودن، دارای ملک و منال بودن، بهشون گفتن از امروز اگر پولاتون رو دوست دارید، سرمایتون رو دوست دارید، شرط داره، بچه هاتون رو دوست دارید، شرط داره، میخواید زندگی کنید، شرط داره. شرطش اینه که بیعت کنید با خلیفه اولی. کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین وقتی خلافت رو قبول کردند، این سیاست اولی و دومی در بین مردم نفوذ کرده بود، دیگه نمیشه تغییر بدن. لذا فرمودند کنت امیرا والیوم صرت مأمورا، من خلیفه بودم، من از طرف خدا برگزیده خدا بودم، من باید برای مردم، اما امروز مجبورم که مأمورم که مردم رو به حقیقت راهنمایی کنم، حقیقت رو برای اونها بگم. اینا دین پیامبر رو تغییر دادن. بعد فرمود اگه میگذاشتن رو این پاهم بیستم خیلی چیزها رو تغییر میدادم، اما امیرالمؤمنین
اون وقتی که خلافت رو پذیرفت مردم در بدترین وضعیت بودن و به تعبیری از رسول خدا چیزی باقی نمانده بود. دوستی اهل بیت جرم بود و این طول کشید حتی تا واقعه کربلا و ادامه داشت. این میثم تمار رو فکر کنید چیکار باهاش کردن؟ این بنده نازنین و خوب امیرالمؤمنین داشت با مادرش میرفت حج به جا بیاره. امام حسین دیدش، مادرش گفت با امام حسین میخوام یه ذره صحبت کنم. رفت با سید الشهدا صحبت کرد، مسائلش رو مطرح کرد. گفت امام من میرم مادرم رو ببرم مکه و برمیگردم میرسم انشالله به شما. وقتی برگشت دیگه نرسید به واقعه کربلا. ابن زیاد ملعون 3000 نفر رو مأمور میثم تمار کرده بود که اینو هر جا دیدید بگیریدش. گرفتنش، از محبین امیرالمؤمنین بود. گفتن دست بردار از علی ابن ابی طالب. از امام حسین گفت اینا جان منن، اینا حیات منن، اینا زندگی منن، من دست از اینا بر نمیدارم. گفت برید دستاشو باهاشو قطع کنید، آویزونش کنید، مردم درس و عبرت بگیرن. کسی که با خاندان، کسی که با حکومت یزید مخالفت میکند، با ابن زیاد مخالفت میکند. یه دختری داشت 5 ساله، اینا اهل خدا، اینا با خدا پیمان رو بستن. یه دختری داشت آمد جلو این چوبه نگاه به پدرش کرد، گفت بابا درد میکشه. گفت نه دخترم، احساس میکنم که به من داره فشار میاد. این آدمای خوبه، تو جون دادن هم اینجوری جون بدن، خیلی راحت. گفت نه دخترم. همونجور که خون ازش میریخت میگفت مردم علی ابن ابی طالب حق است. قرآن اگر حق است با نام علی حق است. حق با امیرالمؤمنین است مردم. پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب عشق می‌ورزید. اینا گولتون نزنن، اینا آدمای دروغگوین. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد این داره فضائل امیرالمؤمنین رو میگه، شما رو به افتضاح داره میکشه. گفت برید زبونش رو هم ببرید، یه توان نطق نداشته باشه. اینجور بود وضعیت، این گونه بود. اینایی که دین رو حفظ کردن با جون حفظ کردن. این بشار مکاری میگه من داشتم می آمدم پیش امام صادق، یه دفعه دیدم که این جلاوزه حکومت دارن یه زنی رو کتک میزنن. صدا میزد یا فاطمه یا فاطمه، کتکش میزدن. رفتم جلو گفتم چرا کتکش میزنید؟ گفت این زنه لعن کرده بر ظالمین حضرت زهرا، باید کتک بخوره. میگه آمدم خدمت امام صادق نشستم، امام خرما به من تعارف کرد. گفتم آقا چیزی برای من تعارف نکن، قلبم خونه. گفت چی شد؟ گفتم داشتم می آمدم یه مادری باش گیر کرد تو چاله، لعن فرستاد بر ظالمین مادرت، کتکش می زدن. منم این کتک ها رو دیدم. امام اون زمان عراق بودن، به ایشون گفت بیا بریم مسجد سهله دعا کنیم برای این زن. آقایون عزیزان دنیا دار فناست. امام حسین روز عاشورا فرمود لو کان الدنیا لاحد لکان الانبیاء احق بالبقاء
و اولا بالرضا غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للفنا لو کان الدنیا لاحد لکان الانبیاء احق بالبقاء. اگه دنیا جای موندن بود این پیامبرا و رسول حقش بود در دنیا بمونن، اما دنیا فناست، از بین میره، نمیماند. بعد امام وقتی دعا کردم در مسجد سهله به من گفت که اون زن آزاد شد، برو پیش اون زن حالش رو ببین در چه حالیه. میگه رفتم دیدم زنه رو با احترام دارن اصرار میکنن پول بهش میدن، قبول نمیکنه. بگیر زن این به دردت میخوره. گفت نه من از شما چیزی نمیگیرم. امام فرمود برو سلام من رو برسان و بهش بگو زن امام صادق از تو عذر میخواد که به خاطر مادرش کتک خوردی. این مبلغ رو هم بهش بده. میگه آمدم بهش سلام کردم، گفتم امام صادق به تو سلام برسان. نگاه به من کرد گفت امام صادق به من سلام کرد. از حال رفت. من کمی که حالش به جا اومد گفت من کیم؟ امام صادق کیه؟ من کیم که او آقا برام سلام برسد؟ بعد گفت آقا سلام رسول به این هدیه مقابل رو به شما دادن و فرمودن ما از شما معذرت میخواییم که به خاطر مادرمون ضربه خوردی، تو رو زدن. میخوام به شما بگم وضعیت این بوده. ذکر لعن بر ظالمین حضرت زهرا جرم بوده. اینایی که دین رو حفظ کردن با تلاش حفظ کردن، با خون حفظ کردن. خب حقانیت از کجا روشن میشه؟ دیروز گذشته حسبنا کتاب الله آوردیم جلو و شما بعد از بحثی که کردیم به این نتیجه رسیدید که الان که اینها اصلا عامل به قرآن نبودن، اولیات قرآن رو مراعات نکردند، چه برسد به وصایایی که پیامبر فرمود. خب از کجا حق و باطل رو تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم طرف کاذب است، دروغگوست، فقط اسلام رو لقلقه زبان گرفته؟ یک، واقعی که رخ داده و ضد دینه خودش اعتراف کنه، بگه من ای کاش این کار رو نمی کردم. دو، اون دینی رو که بهش اعتقاد داره در متون اون دینش این قضیه ذکر شده باشه. سه، تاریخ ذکر کنه اون رو، تاریخ بیاورد که چنین قضیه‌ای رخ داده است، یا اینکه در ذیل طرح یک مسئله مجبورن نشانه‌ای از اون واقعه رو ذکر کنن. اونا میخوان یه واقعه دیگه رو ذکر کنن اما متوجه نیستن که این قضیه دودمانشون رو از بین میبره. باید ببینیم در ضمن مسائل دیگر آیا به این قضایا اشاره شده یا نه. و آخرین مورد، قضایایی که در خارج رخ داده آیا این قضایا به نحوی است که قضیه‌ای که مورد اختلاف است ثابت میکنه یا نه. اولین مورد، اعتراف خود شخص به جرم. امروز من قصد دارم از متون خود اهل سنت قضایایی رو برای شما ذکر کنم جوانها که گول شبهات رو نخورید. آنقدر مسئله واقعه دار مسلم است که اهل سنت اعتراف بهش کردن. اون ملعون اولی سردسته این قضیه است
و مجری این طرح خلیفه دومه. خود خلیفه اول در هنگامی که داشت به درک واصل می شد بلادری در انساب الاشراف نقل می کند وددت انی لم افتش فی بیت فاطمه، ناله می کرد اون آخرین لحظات. بلادری نقل می کند از علمای اهل سنت است که خلیفه اول هنگامی که داشت جام میداد خودش رو عتاب میکرد، ای کاش نمی رفتم در خانه فاطمه زهرا و خانه را جستجو نمی کردم. طبری سنی در تاریخش نقل می کند خلیفه اول گفت فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و ان کانوا قد اغلقوه علی الحرب. میگه ای کاش در خانه فاطمه زهرا نمی رفتم هرچند اونا در رو بستند تا اعلام جنگ کنم. فاطمه زهرا آمد پشت در رو محکم کوبید. به نقل شیخ مفید فاطمه زهرا وقتی دید این جمعیت دارند هجوم میارد، برای اینکه دفاع کند از امیرالمؤمنین در رو پشت در خودش رو انداخت که اگر بنا ضربه‌ای به امیرالمؤمنین امام معصوم من وارد بشود باید از رو جنازه من برید. اینا آل البیت. اونجایی که تو خیام زین العابدین در مجلس یزید وقتی نگاش یزید به زین العابدین افتاد من گفت مگر نگفتم به شما کار مردا رو تمام کنید، کارش رو تمام کنید. اونجا زینب بود خودش رو انداخت و زین العابدین فرمود باید از جثه من رد بشید کسی ضربه به زین العابدین بزنه. اینا آل الله هن، اینا الگو هن، اینا کسایی هن که مدافع حریم ولایت هن، حریم اهل بیت هن. رضا آمد جلو، آمد پشت در قرار گرفت و این ملعون اولی اعتراف می کنند. طبرانی در معجم الکبیر اعتراف می کند که اولی در لحظاتی که داشت به درک واصل میشد ناله میکرد و میگفت فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته و ان اغلق علی الحرب. ای کاش من در خانه فاطمه زهرا نمی رفتم و حمله به در نمی کردم هرچند فاطمه زهرا در رو که بس اعلام جنگ کرد. گفت من پشت درم، من مدافعم، اگر میخواهید چیزی رو طلب کنید از من بگیرید. آقایون تا فاطمه پشت در بود و اون ضربه را بهش وارد نکرده بودن کسی جرأت نکرد امیرالمؤمنین رو دست بسته ببرن. سیدا ازتون معذرت میخوام، امام زمان ازت معذرت میخوام. میگن امیرالمؤمنین رو چجوری میبردن؟ کل جمل المخشوش. خیلی معذرت میخوام امام زمان، ظلما باید گفته شه. این شطور وقتی رم میکنه یه لجام میبندن جلو دوامش. امیرالمؤمنین رو میگه این گونه از منزل خارج میکردن. دوم داله بر این است که واقعی که رخ داده است از وقایع مسلم است در متون اهل سنت وارد شده.
ملعون اعتراف کنه که خود متون اهل سنت، من خلاصه کردم بقیه هم ذکر نکردم، اینا خودشون اعتراف میکنن که خودش اعتراف میکند که به خانه حضرت زهرا هجوم برد. دومین موقف متون خود مذهبشونه، این مذهبی که بر اساس پوچی و دروغ نهاده شده. تاریخ یعقوبی نقل میکنن و بلغ ابابکر و عمر ان جماعه من المهاجرین و الانصار قد اجتمعوا مع علی ابن ابی طالب فی منزل فاطمه بنت رسول الله فأتوا فی جماعت حتی هجموا الدار. یعقوبی از مورخین اهل سنته، میگه ابابکر و عمر مطلع شدن عده‌ای از مهاجرین و انصار خانه فاطمه جمع شدن تا وضع موجود رو مورد بررسی قرار بدن. اینها با گروهی دیگر به خانه فاطمه زهرا هجوم بردن. اینو تاریخ یعقوبی نقل میکنند و همچنین بلادری نقل میکند ان ابابکر ارسل الی علی یرید البیعه، چون میخواستن اگر امیرالمؤمنین بیعت میکرد کار تمام بود، اما امیرالمؤمنین بیعت نکرده، گول نخوریدا. امیرالمؤمنین جان فرزندشو، جان همسرشو، جان خودش رو تو محراب داد برای اینکه این حرف زده نشه که امیرالمؤمنین بیعت کرده. امیرالمؤمنین بیعت نکرده. آنچه که در متون وارد می شود این است که امیرالمؤمنین میخواست دین رسول خدا را حفظ کنه، لذا مجبور بود گاهی وقتا یه طوری برخورد کنه که اینها رو ساکت کنه، اینها رو به جای خودش بنشاند. فلم یبایع، امیرالمؤمنین بیعت نکرد. فجاء عمر مع فتیله فتلقته فاطمه علی الباب. ببینید اینا رو، اون فاطمه ای که خدا نورش رو قبل از خلق انسان، خلقت انسان خلق کرد، فاطمه ای که پیامبر اکرم او رو میبویید، بهش رو از او استشمام میکرد، فاطمه ای که بارها و بارها توصیه او رو کرد، اومد پشت در. فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یبن الخطاب اراک محرقا علی بابی. دارم میبینم که آتش دستت گرفتی، میخوای در خونم آتش بزنی؟ قال نعم، بله آتش میزنم این خانه. و روایات دیگری که در اخبار البشر به تاریخ ابوالفداء معروف است، روایتی ذکر می کند که حاکی از آن است که به خانه فاطمه آمدن، هجوم بردن. خب ما تو تاریخمون، تو روایات خودمون، من خیلی معذرت میخوام یه ذره رک دارم حرف میزنم، سادات منو ببخشید، هم لگد فاطمه زهرا رو گفتن، هم سقط محسن رو گفتن، هم در دیوار قرار گرفتن فاطمه رو گفتن. همه اینا که تو تاریخ ما، تو تاریخ اهل سنت هم هست. اجازه بدید از خود اهل سنت به این مطلب هم اشاره کنم که ملعون دومی به شکم فاطمه زهرا لگد زد. اسفراینی نقل می‌کند آقایون، اینا از متون اهل سنت به بچه هاتون منتقل کنید، نگر این بقایی که شیعه ها میگن دوت رسمی خوده از خودشون در آوردن. بیشتر تحمل کنید که بذارید به این جوانا من جنایت اینا رو برسونم، این جوانا بدونن اینا چه کار کردن. اسفراینی از علمای بزرگ اهل سنته، نقل میکند از نظام، از علمای بزرگ اهل سنت، ان عمره ضرب فاطمه و منع میراث العترة. هم فاطمه رو زده
یوم البیعه، روزی که پشت در آمدن از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن لگد و زده. حتی القت الجنین من بطنها، میگه آنگونه لگد زده که پشت ان عمر رفس، ان عمر رفس فاطمه حتی اسقطت محسنا. هم خود ملعونش اعتراف کرده، هم در متونشون وارد شده، هم اعتراف کردن فاطمه زهرا رو مورد ضرب قرار دادن. شاگردین به دستور چه کسی هیزم آورده شد و خانه فاطمه زهرا آتش زده شد؟ چه کسی هیزم رو با خود حمل کرده است؟ نقل می کنند علمای اهل سنت فدعا بالحطب، فدعا رو برگردوندن به عمر، یعنی عمر گفت هیزم بیارید و قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لاحرقنها علی من فیها، یا بیایید بیرون یا این هیزم آماده است، در خونه رو آتش میزنم. یک کسی صدا زد عمر فاطمه در این خانه است، دختر رسول خدا. فقیل له یا ابا الحبس ان فیها فاطمه، گفت میخواد فاطمه هم باشد، من خانه رو آتش میزنم. شیعیان ادعا میکنن محسن به دنیا نیامده، از دنیا رفته. خود ملعونشون در کتاباشون، مسعودی در کتاب خودش اعتراف میکنن فهجموا علی منزله، به خانه فاطمه زهرا هجوم بردن و احرقوا بابه، در خانه را آتش زدن و وقتوا سیدت النساء بالباب حتی اسقطت محسنا. میگه وقتی هجوم بردن فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن. شیعیان اونقدر فاطمه رو بین در و دیوار فشار دادن که محسنش سخت شده. اینو ما نقل نمی کنیم، اینو ما ذکر نمی کنیم، اینو اهل سنت میگوین. و مورد دیگر هم در این روایت و روایات دیگر اعتراف کرده اند به این که فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفته، محسنش سخت شده، مورد ضربه قرار گرفته، به خونه تهدید به هجوم کردن و به خونه هجوم کردن. من امروز اگر میخواستم تمام روایات اهل سنت که در کتبشون ذکر شده رو براتون بیارم تا فردا طول میکشید، اما خلاصه کردم بدانید جوانها تمام واقعه دار از متون خود اهل سنت نقل شده. محور سوم، اگر واقعی رخ میدهد باید تاریخ ذکر کنه. اجازه بدید یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. تاریخ، ما که تاریخ نداریم، ما شیعیان تاریخ نداریم. هر کسی از ما میخواست نوشته‌ای در مورد مظلومیت اهل بیت بنویسد، یا او رو میکشتن، یا تبعید میکردن، یا ناکارش میکردن تو زندگی. ولی خود تاریخ اهل سنت که از جمله آنها تاریخ ابوالفداست، تاریخ یعقوبی است، تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری سنی، نقل میکنن واقعه دار رو و ذکر میکنن ناواقعه دار رو. اما چرا ما تاریخ نداریم؟
آقایون ما فئه قلیل بودیم، ما فئه مظلوم بودیم. پیامبر اکرم که از دنیا رفت، امیرالمؤمنین کسی باهاش دیگه نایستاد. لذا در تاریخ داره 4 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 6 نفر. لذا پیامبر فرمود یا علی اگر با تو 10 نفر نایستادن وای نسو به حالش، جلوشون وای نسو، مقابله نکن، قبول کن، تحمل کن تا دین رو از بین نبرن. این نسائی یک کتابی داره در مورد امیرالمؤمنین. این کتاب رو وقتی نوشت این سنی ها آتش گرفتن، آوردنش گفتن 6 ماه بهت فرصت میدیم. همینجور که در مورد علی بن ابی طالب نوشتی در مورد معاویه هم باید بنویسی. 6 ماه تلاش کرد. بعد از 6 ماه آوردنش، گفتن چی نوشتی؟ گفت خیلی گشتم، خیلی جستجو کردم. یه حدیث بود از پیامبر فرمود خدا هیچ وقت تو رو سیر نکنه، هیچ وقت شکمت سیر نشه. گرفتنش به باد کتک، اونقدر زدنش که داشت جون میداد، ولش کردن. بعد مریض شد و از دنیا رفت. تاریخ دست ما نبوده و کسایی از خودشون اگر بعضی از حقایق اهل بیت رو میخواستن ذکر کنن ذکر نمیکردن، نمیتونستن. گاهی وقتا محور 4، گاهی وقتا اهل سنت یه مسئله رو گفتن یادشون رفته که نباید متعرض مسئله مهمی بشن. مثل قضیه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم رو که ذکر کردن، فخر رازی در تفسیر کبیر زیر بسم الله الرحمن الرحیم، اینا چون تو نماز جهر بسم الله رو بلند میخونن با صدا، تو نماز اخفات آهسته میخونن. ما چی؟ ما نه، تو نماز جهر و اخفات بلند میخوانیم. ایشون ذیل بسم الله الرحمن الرحیم گفته، نوشته که کی راست میگه؟ شما راست میگید یا اینا راست میگن؟ بعد ذیلش نوشته چون خداوند متعال فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، علی مع القرآن و القرآن مع علی. خب این ازش در رفته دیگه. این نتونسته، میخواسته قضیه بسم الله رو بگه، نمیدونسته اگه این قضیه رو بگه این بیچاره ها زیر سوال میرن که اگه امیرالمؤمنین حقه و پیامبر حتی بسم الله رو باید از امیرالمؤمنین یاد بگیرید، پس چرا گذاشتیدش کنار؟ چرا از خلافت گذاشتیدش کنار؟ نمونه دیگه رو هم ذکر کنم. ابن ابوالحدید میگه من خدمت استادم ابو جعفر نقیب بودم. استادم واقعی رو نقل کرد. داشتیم مطالعه میکردیم در مورد زینب دختر پیامبر. خب زمانی بوده که پیامبر به یک کسی داده او رو و این شخص منحرفی بود. تو یکی از جنگا جلو پیامبر ایستاد، گرفت دامادشو. پیامبر بهش گفت به یه شرط آزادت میکنم، بری دخترم رو بیاری. قول داد. گفت من وقتی رفتم آزادم بکنی دخترتو میفرستم پیش خودت. حبار ابن اسود رو فرستاد، بهش گفت این دختر پیامبر رو میبری اما هر چی دلت میخواد تو را اذیتش کن. زینب دختر پیامبر آبستن بود. این حبار تو را خیلی اذیتش کرد. یه دفعه نیزه رو برداشت برای اینکه زینب رو بترسونه، محکم زد به کجاوه اون محمل. یه دفعه زینب ترسید، بچهش سکت شد. آمدن پیش پیامبر، آوردنش گفتن این زینب حالش خوب نیست، این حبار ابن اسود این بلا رو سرش آورد. پیامبر یه نگاه کرد گفت دم یعنی خونه، حبار ابن اسود هدره، یعنی این خونش مباهه، این قتل کرده، کسی رو کشته. ابن ابوالحدید معتزلی سنی متعصب میگه به استادم که سنی بود مثل خودم بهش گفتم ابو نقیب اگه پیامبر بود و این خلیفه اول و دوم این مصائب رو سر فاطمه آوردن چی میگفت؟ فوری استادم میگفت هیس، حرف نزن، برای کسی اینو نقل نکن، قایمش کن، بذارش کنار، نمیشه منکر شد.
نمیشه بگیم نه دروغ بوده. در هر حال اینا وقایعی بوده که در ضمن قضیه‌ای حقایق رو گفتن، ذکر کردن. لذا ما تاریخ واقعی نداشتیم، تاریخی که بتونه ما رو به اثبات برسونه، حقانیت ما رو نداشتیم. ما هرچی آدم درست حسابی داشتیم کشتنش، از بین بردنش. اصلا بعضی را معلوم نیست باش چی کار کردن. این محبین اهل بیت، اینایی که جان میدادن. این ابو حمزه سومالی، این مرد بزرگ که این دعا رو نوشته، این میدونید چجوری عاشق شد، عاشق اهل بیت شد؟ میگه من تو مسجد کوفه بودم، یه دفعه دیدم یکی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، تمام این ستونای بدنم پشت بلرزه، خودم رو نتونستم کنترل کنم. این چه صدای دلنشینی است که از این صدا نور میبارد. بعد میگه رفتم وایسادم سوال کردم مردم این کیه؟ گفتن این زین العابدینه، فرزند امیر المؤمنین. اون لحظه ای که زینب خطابه خواند تو اون مجلس یزید، صدا زدن مگه علی ابن ابی طالب زنده شد؟ اینا نور بود کلامشون، حق بود کلامشون. ولذا اینا خودشون میخواستن کتمان کنن در تاریخ ولی نمیتونستن. آدمهایی که جانفشانی کردن، وقایعی که متواتر بوده و همه نقل کردن. بعضی از قضایای خارجی که بعد از واقعه دار رخ داد، اگر تمام وقایع رو منکر بشن، یه سوال ازشون میکنیم. دختر پیامبر چند سالش بود از دنیا رفت؟ چرا؟ 2. چرا گفت نیاد بر من نماز بخونه اولی و دومی؟ 3. چرا قبرش پیدا نیست؟ اینا بعد از اینکه فاطمه زهرا رو دفن کردن، زنان رو جمع کردن، بهشون گفتن برید ما این قبرها رو میشکافیم، یکی یکی نگاه کنید ببینید فاطمه زهرا کدوم از این قبرهاست. اونجا امیرالمؤمنین فرمود، آمد یخه این ملعون رو گرفت، محکم به زد زمین، گفت همه شما رو به آتش میکشم، ای کسی یه دونه قبر نبش کنه اینجا. وقایعی که رخ داده است اینه، یکیش که دلالت میکنه فاطمه زهرا از اینا خیلی ناراحت بوده و حساب داره روز قیامت. فاطمه زهرا با اون لباس خونی فرزندش حاضر میشه. آمدن دیدن وضع خیلی خراب شد، اومدن گفتن به فاطمه خبر بدید میخواییم باش ملاقات کنیم. گفت من با اینها ظالمین، غاصبین، ظالمین هیچگاه با اینها ملاقات نمی کنم. اومدن پیش علی ابن ابی طالب، ببینید فاطمه زهرا چی بوده در مقابل علی. گفت من بنده توم یا علی، این خانه خانه توست. گفت فاطمه اینا میخوان دین خدا رو از بین ببرن، تو تحمل کن ببین چی میگن. گفت هر چی تو بگی، من که دوست ندارم با اینا بنشینم، اما تو امیرالمؤمنین امام معصوم منی، هر چی بگویی من انجام میدم. آمدن فاطمه زهرا رو برگردون، جاشون رو عوض کردن، فاطمه زهرا برگردون. گفت قبل از اینکه حرف بزنید یه سوال از شما میکنم، جوابم رو بدید. مردم این سوال و جواب فاطمه زهرا حقانیت تشیعه، مهر تشیعه. مبادا کسی در این امور شبهه کند که جزء جند و شیطان بشه. شما کار نداشته باشی هر کی هر چی میگه، عشقت با فاطمه باشد که هیچ کدوم از اینا به درد تو نمیخورن الا فاطمه زهرا. مال و منال و شخصیت و مقام و رفیق و اینا همشون لحظه آخر 5 دقیقه میذارن تو قبر، به خدا قسم همشون با سرعت میخوان رهات کنن برن. اون که باید ببینه فاطمه زهراست، میگه مدارا کن، مدارا کن، این از من دفاع کرده، این از حقانیت من دفاع کرده، خدایا نور به قبرش ببارون، خدایا این صحنه برزخ رو سعادت براش قرار بده. بهشون گفت انشدکم الله، ازتون سوال میکنم، الم تسمعا، نشنیدید
رسول الله خود پیامبر اکرم فرمود رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضى فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. شنیدید از پیامبر؟ فرمود من به فاطمه رو دوست دارم، هر که فاطمه رو دوست داشته باشد مرا دوست داره، هر که فاطمه رو آزار بده مرا آزار داره، هرگز او رو به زحمت بندازه مرا به زحمت انداخته. یادتون هست؟ گفتن نعم، گفتن بله. تا گفتن بله این جمله رو گفت. این جمله سند حقانیت تشیعه. فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی ولئن لقیت النبی لاشکونکما الی. به خدا قسم و ملائک خدا قسم شما مرا آزار دادید، شما به من ظلم کردید. به خدا قسم وقتی پیامبر رو ببینم از شما شکایت خواهم کرد. یعنی مهر بطلان زده، یعنی اعلام کرده شیعیان بدانید اینا باطلن، اینا اسلام رو بازیچه قرار دادن، اسلام پیامبر این نیست، مبادا دنبال اینا برید. فکر مونید فاطمه کی بوده؟ فاطمه که نزدیکترین شخص به پیامبر، فاطمه همسر امیرالمؤمنین، فاطمه دو تا گوهر گرانبها دارد به نام حسن و حسین. فاطمه میزان است، صراط است. فاطمه قیامت دست فاطمه است، صراط دست امیرالمؤمنین است، میزان اینا هستند. اگه بخوای سعادت اخروی داشته باشی باید فاطمه رو داشته باشی. چه خبره؟ من نمیدونم، فقط صدای گریه میشنم چون امیرالمؤمنین آب شدن فاطمه رو امام حسن میدید، امام حسین به دستر فاطمه افتاده مولا پرستارش. ببین حال پرستار مپرس احوال بیمارش. شده کل خیال فقط استخوان باقی مونده. بعضی از مقاتل میگه حتی توانایی نداشت چشش رو باز کنه. کسی از آشنایان هم به دیدارش نمی آید. فاطمه جان بهت بگم سلام علی و هم جواب نمی دادن. کسی از آشنایان هم به دیدارش نمی آید. بود چشمش به در که اجل آید به دنبالش. این زینب و ام کلثوم و حسن و حسین رو می نشاد، این دستهای کوچکشون رو می گفت بیارید بالا، دعا کنید خدا مرگ مرو برساد. علی از چشم زهرا چشم خود را بر نمی دارد، مجسم می کند عشق و فداکاری و ایثارش. بعضی از اصحاب مقاتل میگن همینطور که نشسته بود فاطمه رو دلداری میداد گریه میکرد، بازوی فاطمه شکسته با زحمت دستش رو آورد بالا، اشکای امیرالمؤمنین رو پاک کرد. آقا جان کجا بودی فاطمه؟ علی ابن ابی طالب کربلا آمد پیش زین العابدین گفت برادرم خیام آتش زدن چیکار کنیم؟ فرمود فرو الی المیدان، فرار کنید. یک سری زن بچه همه به میدان فرار کردن. میگه دیدم دامن دختری آتش گرفته از بچه های حسین، دلم سوخت رفتم آتش رو خاموش کنم. محکم به صورت بر زمین افتاد، سرش رو که بالا آورد گفت آقا آب داری یا نه؟ وقتی چادرها رو از سر زمان کشیدن
روسری را از بچه‌ها می‌کشیدند، گوشواره دختری نمایان شد. امام زمان